امنیت، یه چیزی که هممون دنبالشیم. ولی تا حالا فکر کردین که شاید خود این جستجو برای امنیت بزرگترین تله زندگیمون باشه؟ امروز میخوایم یه حکایت رو با هم مرور کنیم که دقیقاً به همین موضوع میپردازه. حکایت تله امنیت. خب، داستان ما از یه جنگل شروع میشه. جنگلی که وقتی از دور بهش نگاه میکنی سبز و آرومه. انگار همه چیز سر جای خودشه، یه نظم و آرامش کامل. ولی خب هممون میبینیم دیگه، گاهی وقتا پشت همین ظاهرهای آروم عمیق‌ترین تله‌ها قایم شدن. و دقیقاً همینجاست که میرسیم به اصل مطلب، به سوال اصلی داستان. واقعاً هزینه یه امنیت 100% چیه؟ یعنی برای اینکه به اون آرامش مطلق برسیم، چی رو باید قربانی کنیم؟ ببینید، همه چیز با یه نیت خیلی خوب شروع شد. یه نیت کاملاً قابل درک. حیوانای جنگل فقط یه چیز می‌خواستن، یه دنیای امن بدون هیچ خطری. اما خب، گاهی وقتا جاده‌ای که با نیت‌های خوب ساخته میشه، آدم رو به یه جای خیلی عجیب و غیرمنتظره میرسونه. و راه حلی که بهش رسیدن، اگه فکرشو بکنید خیلی هم منطقی به نظر می اومد. گفتن خب، مشکل چیه؟ خطر. پس چیکار کنیم؟ یه جلسه بزرگ میذاریم، منابعمون رو روی هم میریزیم، دونه، عسل، استخون، هر چی که داریم و یه طرح اجرا میکنیم. و طرحشون چی بود؟ اینکه کل جنگل رو پر از تله کنن تا دشمن‌ها نتونن بیان تو. در واقع تصمیم گرفتن امنیت رو بخرن. این یه نمونه کلاسیکه از اینکه چطور سعی می‌کنیم یه تهدید بیرونی رو کنترل کنیم، غافل از اینکه گاهی بزرگترین خطر تو خود همون راه حل قایم شده. اما طولی نکشید که این سیستم بظاهر بی‌نقص روی دیگش رو نشون داد. معلوم شد که این دیوار امنیتی یه هزینه پنهان وحشتناک داره. هزینه‌ای که قرار بود دشمن‌ها بپردازن، حالا داشت از خودشون گرفته می‌شد. و اینجاست که فاجعه واقعی معلوم میشه. ببینید، قربانی‌ها دشمن‌های خیالی نبودن، خود ساکن‌های جنگل بودن. روباه پاشو از دست داد، پوزه گوزن زخمی شد، حتی خرس پیر که نگهبان اصلیشون بود هم آسیب دید. سیستمی که ساخته بودن تا ازشون محافظت کنه، حالا داشت خودشون رو یکی یکی شکار می‌کرد. بهای امنیت داشت فلج شدن و درد کشیدن میشد. خب، حالا فرض کنید راه حلی که پیدا کردین خودش شده مشکل اصلی. چی کار میکنید؟ برمیگردید عقب و کل مسیر رو عوض میکنید؟ نه. حداقل حیوانای جنگل این کار رو نکردن. اونها یه راه حل جدید پیدا کردن که اتفاقاً فقط زنجیرای این قفس نامرئی رو محکم‌تر کرد. و این یه نقطه عطف واقعاً کلیدیه تو داستان. راه حل جدیدشون چی بود؟ ساختن یه درمانگاه بزرگ با کلی حکیم و طبیب برای درمان زخمی‌ها. اونا به جای اینکه بپرسن اصلاً چرا این همه زخمی داریم، سوالشون این شد که چطور این زخما رو درمان کنیم. یعنی به جای اینکه علت، یعنی خود تله‌ها رو از بین ببرن، چسبیدن به مدیریت علامت، یعنی زخم‌ها. و این دقیقاً همون لحظه‌ایه که یه چرخه معیوب به دنیا میاد. و با گذشت زمان این چرخه معیوب فقط قوی تر شد. اول از همه خود تله‌ها. اونا نه تنها از بین نرفتن، بلکه روز به روز پیچیده تر و هوشمندتر شدن. انگار خود مشکل داشت تکامل پیدا می کرد. خب وقتی تله‌ها پیشرفته تر میشن چه اتفاقی میفته؟ زخم‌ها هم عمیق‌تر و بدتر میشن. در نتیجه درمان‌ها هم باید پیچیده تر و تخصصی تر بشن. و البته خیلی گرونتر. میبینید چرخه چطور خودشو تغذیه میکنه؟ و در نهایت مهمترین بخش این چرخه، حکیم‌ها و درمانگرا روز به روز محترمتر و قدرتمندتر شدن. یک طبقه جدید به وجود اومد که کل جایگاه و احترام و درآمدش به وجود همین زخم‌ها بستگی داشت. هرچی زخم بیشتر، نیاز به اونا هم بیشتر. حالا دیگه از بین بردن تله‌ها به نفع همه نبود، چون یه عده‌ای داشتن از وجودشون سود می‌بردن. خب، حالا میتونیم برای این پدیده‌ای که دیدیم یه اسم بذاریم. تله امنیت. یعنی چی؟ یعنی سیستمی که اول برای حل یه مشکل ساخته شده، اما آخرش کارش به جایی میرسه که خود همون مشکل رو زنده نگه میداره تا بتونه به حیاتش ادامه بده. یه جور وابستگی به راه حل ایجاد میکنه. یه سیستم که اول زخمیت میکنه و بعد از همون زخم تغذیه میکنه. همزمان هم درده و هم ادعای درمان داره.
اما وسط این همه هایاهو، این چرخه بی انتهای درد و درمان، یه نفر بود که اصلا وارد این بازی نشد. یه شخصیتی که از اون بالا، از فراز قله‌ها به این نمایش غم‌انگیز نگاه می‌کرد. و اون شخصیت عقاب بود. عقاب کاملاً خارج از این سیستم زندگی می‌کرد. چرا؟ چون هیچ وقت تو جلساشون شرکت نکرد. نه سهمی داد و نه سهمی گرفت. اون یه چیز مهم رو فهمیده بود. این که این بازی امنیت فقط یه اسم جدید برای ترسه. عقاب میدونست که مشکل اصلی اون تله‌های روی زمین نیستن. مشکل اصلی اون تله‌ایه که اول توی ذهن کاشته میشه. پس در نهایت کل این حکایت به داستان 2 تا انتخاب خلاصه میشه. 2 تا فلسفه زندگی که 180 درجه با هم فرق دارن. مسیری که حیوانات جنگل رفتن در مقابل مسیری که عقاب انتخاب کرد. این مقایسه دیگه همه چیز رو روشن میکنه. از یه طرف حیوانات رو داریم، اونا زمین رو انتخاب کردن و خب تو تله‌هاش گیر افتادن. امنیت رو خریدن، اما در یک سیستم گرفتار شدن و با ترس زندگی کردن. از طرف دیگه عقاب رو داریم. آسمون رو انتخاب کرد و آزاد موند. به جای ترس با آگاهی زندگی کرد و فقط یه ناظر خاموش باقی موند. حیوانات برای به دست آوردن امنیت آزادیشون رو فروختن و آخرش جفتش رو باختن. و این جمله از عقاب به نظرم خلاصه کل داستانه. اونها زمین رو پر از تله کردن تا امنیت بخرن، ولی من آسمون رو انتخاب کردم تا آزاد بمونم. این یعنی یه انتخاب اساسی بین اینکه در بازی ترس درگیر بشی یا اینکه ازش فراتر بری. و همین ما رو میرسونه به نتیجه گیری نهایی، به مهمترین درسی که میشه از این حکایت گرفت. راه حل واقعی ساختن درمانگاه‌های بزرگتر یا تله‌های هوشمندتر نیست. راه فرار واقعی از یه جای دیگه است. این جمله به نظرم شاه بیت کل این داستانه. تا وقتی تله تو ذهن باشه، درمان هم یه تجارته. یعنی چی؟ یعنی مشکل اصلی یه سیستم بیرونی نیست، یه چارچوب ذهنیه. تا وقتی که اون تله توی ذهن ما باشه، یعنی تا وقتی که فکر کنیم امنیت یعنی کنترل کردن همه چیز از روی ترس، همیشه یه درمانی هم پیدا میشه که یه تجارت باشه. همیشه یه سیستمی هست که از زخم‌های ما پول در بیاره. و در آخر این حکایت یه سوال خیلی مهم رو برای هر کدوم از ما باقی میذاره. یه سوال که شاید بد نباشه از خودمون بپرسیم. توی زندگی شخصیمون، توی کارهامون، توی جامعه‌ای که توش هستیم، ما کدوم تله‌ها رو با پناهگاه اشتباه گرفتیم؟